این آگهی تبلیغاتی چند هفته‌ایه که در شهرهای بزرگ آمریکا از جمله واشنگتن و میامی دیده میشه. در این آگهی تصویر خندانی از محمود احمدی نژاد دیده میشه. بشکه‌ای نفت با دلارهای آمریکایی و این جمله: هر روزی که آمریکا لایحه انرژی پاک رو تصویب نمی‌کنه، ایران پول هنگفتی میسازه. اما این آگهی با کلمه کیلینگ بازی میکنه که در انگلیسی به معنی کشتن هم هست. حامیان مالی این آگهی میگن هدفشون تحریک ذهن آمریکایی‌ها بود تا درباره وابستگی کشورشون به نفت وارداتی از خارج فکر کنن و برای فشار بر نمایندگان کنگره با هدف تصویب قانون انرژی پاک تحریک بشن. اما همه از این آگهی راضی نیستن. من هدفشون رو درک میکنم، ولی هر پیامی رو نمیشه رو اتوبوس چسبوند. جمال عبدی مدیر سیاستگذاری یک گروه از آمریکایان ایرانی تباره به نام نایک یا شورای ملی ایرانیان آمریکا. عبدی میگه در این آگهی کل مردم ایران به یک کاریکاتور منفی از احمدی نژاد تقلیل یافتند. هیچ گروه دیگری از مهاجران با چنین توهینی درگیر نیستند. ما نباید حین قدم زدن تو خیابون با دیدن چنین آگهی‌هایی خجالت بکشیم و فکر کنیم که داره به ما توهین میشه. ما اصلا نمیخواستیم کسی رو با این آگهی ناراحت کنیم. اریک سپ از شبکه ارزش‌های آمریکایی که یک گروه مسیحی غیر انتفاعی است، این آگهی تبلیغاتی رو شکل داده. سازمانش از قدیم از سیاست‌های چپگرایانه از جمله حفظ محیط زیست و عدالت اقتصادی حمایت می‌کرده. آنها بخشی از گروه‌های مسیحی در آمریکا هستند که به تقاطع مذهب و دفاع از محیط زیست رسیدند. هدفی که مبلغان مسیحی به آن مراقبت از آفرینش میگن. یکی از نخستین دستورات خدا در بخش آفرینش در انجیل زراعت و نگهداری از زمینه. در سراسر انجیل حتی در بخش کتاب وحی به طور مشخص این موضوع مطرح میشه که ما باید نگهبانان خوبی برای مخلوقات خدا باشیم. اریک سپ میگه اونا در کارزار خود دنبال آگهی نامتعارفی بودن که بتونه به زبان محافظه‌کاران حرف بزنه. کمپینی که کمک کنه سازمان پیشرو او با محافظه‌کاران ائتلافی از طرفداران محیط زیست درست کنه که در میان چپ و راست باشه تا اینکه بتونن دست جمعی در کنگره لایحه انرژی پاک رو تصویب کنن. ما توانستیم با گروه‌های بسیار مذهبی محافظه‌کار در این کشور که هیچ وقت از موضوعهای مورد علاقه دموکرات‌ها حمایت نمی‌کنند ارتباط برقرار کنیم. گروه‌هایی که هیچ وقت با ایده لیبرال مرتبط نبودند، اما این بار آنها پشتیبان این موضوع شدند، زیرا مراقبت از خلقت و استقلال انرژی موضوع چپ یا راست نیست، بلکه مسئله حق و ناحق است. اما شورای ملی ایرانیان آمریکا میگه این آگهی خطرناکه. نایاک با پیوستن به چند سازمان مشابه دیگه وارد لابیگری شد و از شبکه ارزش‌های آمریکایی خواست این آگهی رو جمع بکنه. این شبکه هم بالاخره بی سر و صدا تصمیم گرفت آگهیشو ادامه نده. این لحظه مهمی برای ایرانی آمریکایی هاست، زیرا به جایی رسیدیم که میتونیم اتفاقهایی مثل اینو عقب بزنیم و بگیم این قابل قبول نیست. این زمینه است برای اینکه دیگه نتونن از راه تهمت زدن به اصالت ایرانی برای خود امتیاز سیاسی بگیرن، بلکه برای این کار باید هزینه‌اش رو هم بپردازن. اریک سپ میگه سازمانش این هفته آگهی تازه‌ای منتشر میکنه که از خشم مردم از نشت نفت در خلیج مکزیک بهره برداری میکنه. در این آگهی تازه جمله تبلیغاتی این خواهد بود: شرکت BP پول هنگفتی میسازه. مانا ربیعی، صدای آمریکا، واشنگتن.